محدودیت و لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور زنگ میزنند، میگویند و مینویسند که شب گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند، حالا آنکه بر اساس ریچه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شب و روز 8 ساعت برق داشته باشند. مقامات وضعیت را شرح نمیدهند. خبرنگار آزادی از شهر کولوب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله‌های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشان 1.5 ساعت برق دادند. در نویه و اطراف کولوب همین احوال بوده است. یک کاربر آزادی از نویه مومن آباد نوشت ساکنان این نویه شبانه روز گذشته 1 ساعت برق داشتند. سالهای پیش میدونستیم که کی برق میشود و کی نمیشود. حاضر چیزی را نمیفهمیم، گفت ساکن شهر کولوب. در ولایت سوغد و نویه های منطقه رشت هم ساکنان از اجرا نشدن لیمیت برق شکایت دارند. ساکنان شهر پنجکه نوشتند که به آنها فقط نیم ساعت برق دادند. ساکنان شهر بوستان در ولایت سوغد میگویند 20 روز است که 2 ساعت صبح و 2 ساعت بیگاه برق میگیرند. یک کاربر از نویه رودکی کنار دوشنبه هم میگوید شام 7 مارس ساعت از 20 گذشته بود ولی ساکنان برق نداشتند. مقامات از تیر ماه سال 2023 به ساکنان منطقه ها با لیمیت یا به طور محدود برق میدهند. بر اساس ریچه تعیین کرده شبکه‌های تقسیمات برق ساکنان صبح ساعت 5 تا 8 بیگاه و ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند، ولی شکایت‌ها نشان می‌دهد که همین ریچه تعیین کرده مقامات هم در انتقال برق رعایت نمی‌شود. بجز از منطقه‌ها در پایتخت تاجیکستان دوام 2 روز اخیر مردم از کمبود شدید نیروی برق شکایت می‌کنند. آخر ماه فوریه نوبتداری شبکه‌های برق دوشنبه گفت دستور گرفتند که انتقال برق را با نوبت در محله‌های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسمی جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند، اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله‌های شهر دوشنبه قطع می‌شود. تامین اهالی با برق یکی از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبود آب در آبانبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یکباره زیاد شدن استفاده برق را از سبب‌های کمبود برق در کشور میگویند، اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبود آن در داخل کشور شده است.